ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيكو الله میگه ابراهیم علیه السلام به دین اسلام آخری وصیتش، آخری حکمش همی بود که مسلمان باشین، دین اسلام قبول کنین. شما مشرکین مکه چرا شرک میکنین؟ اسلام ماندین. شما یهودیا چرا اسلام ماندین؟ یهودیت انتخاب. شما نصرانیا. ابراهیم علیه السلام خودتو نبود. ووصا حکم قاطع کرده بود. وصیتی را میگه که در آخر نزدیک مرگ است. آخری گپایت است که تغییر نمیخوره، منسوخ نمیشه. یکم تو پدرش که میمره میگه وصیت کن، آخری گپای خودم میگه میمره. اینجا وصا حکم قاطع، گپای مهم خودم ابراهیم علیه السلام گفت. او چی بود؟ بنیه به اولادش و یعقوب به یعقوب علیه السلام چی گفت برشان؟ یا بنیه، ای ارجمندای ما، ای اولادای ما، ای فرزندای ما، ان الله اصطفى، بدون شک الله انتخاب کرده، لکم از برای شما الدین، دین اسلام را الله انتخاب کرده. این خواست من نیست، مثل که الله در قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام، دینی که مقبول است پیش الله فقط اسلام. در سورة مائده میگه الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم، نعمت تمام. دین بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمت از این کده دیگه نعمت بزرگ در دنیا یافت نمیشه. کسی هر نوع نعمت داشته باشه دین نباشه برش، دیندار نباشه، از این کده بدبخت دیگه در دنیا نیست. و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، انتخاب کردیم ما برای شما اسلام را من حیث دین. الله انتخاب کرد ان الله اصطفى لكم الدين ورضيت لكم الاسلام فلا تموتن، نمرین مرگتان نبیا الا وانتم مسلمون، مگر اینکه مسلمان تابعدار منقاد باشین. نمرین مگر مسلمان. چی معنا؟ یعنی زمین لحظه که الله برات حیات میته اطاعت کرده برو 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 تا مرگ. این تو نشه که در یک لحظه زندگی مرتد شوی یا بیدین شوی یا بدعمل شوی که مرگت بیاد در حالت خطرناک. مرگ معلوم نیست. نمرین مگر مسلمان به معنای دوام و استمرار اطاعت و تسلیم شدن و انقیاد میگه، دوام و استمرار. سعی کنین. ابراهیم علیه السلام میگه وصیت کرد، وصیت آخری گپای بها به می دین، یعنی به می ملت، به می ملت ابراهیم، به می دین بر حق عقیده است و نظام است. بها یعنی به تابعداری از این. وصا بها ابراهیم، فاعل وصا ابراهیم، بنیه اولادش مفعول به است. و یعقوب، یعقوب علیه السلام. سعی کو اولاد ابراهیم زیاد بود، یعقوب چرا یاد کرد؟ رد به بالای یهودیان. یهودیان میگن ما اولاد یعقوب هستیم. الله میگه یعقوب الله حکم، ابراهیم حکم کرد که مسلمان باشین. شما یهودیت از کجا کردین؟ چی گفت برشان؟ یا بنیه، ای فرزندای ما، ان الله اصطفى لكم الدین، بدون الله براتان انتخاب کرده دین اسلام را. دین ابراهیم هم اسلام بود. این حکایت با وصیت ابراهیم و یعقوب است. فلا تموتن، نمرین مگر مسلمان، یعنی ثابت قدم باشین به اسلام، ثابت قدم. هیچ فتنه ها شما را باید از اسلام وصول نکنه، دنیا و اینا. تا مرگ متمسک باشین، چنگ بزنین. علم، عمل، بیان، تنفیذ و تطبیق اسلام. علم یاد بگیرین اسلام، عمل کنین، دعوت بتین، تبلیغ کنین، تنفیذ کنین، تنفیذ کنین. نمرین مگر مسلمان. این وصیت ابراهیم است. خب یعقوب چی گفت؟ الله رد. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. ام کنتم شهداء، الله میگه یا بودین شما حاضر؟ خطاب است برمی یهودیا و کلی. شما حاضر بودین؟ اذ حضر یعقوب الموت، وقتی که نزدیک شد به یعقوب علیه السلام مرگ. اذ قال لبنیه، زمانی که گفت برای اولادای خود ما تعبدون من بعدی، در نزدیکی مرگ سک وصیت
کی را عبادت میکنین بعد از ما؟ کدام ذات؟ بگوین. اقرارشان نگرفت. قالو گفتن اولادایش نعبدو الهک، عبادت میکنیم اطاعت میکنیم معبود تو را، اله تو را و اله آبای، معبود پدرهای تو را کوام انبیا بود، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. این پدرهای یعقوب است. 3 نفر. اله واحدا که یک معبود واحد است، یعنی یک دانه که الله دو نیست. و نحن له مسلمون، کلش اقرار کردن اولادش که ما خاص از برای الله منقاد تابعدار است. گفتن ای پدر جان غیر از الله هیچ کس عبادت نمیکنه. این نزدیک مرگ این وصیتش. افغان که میمره وصیتش چی است؟ بچیم او فلانه زمین بر تو دادیم، خب بچه‌ش از این زمین به هیچ کس ندی، بر تو زیاد دادیم، خیر ببینی این قدر درخت‌ها را برات دادیم. یک نفر مرا یک گپ بد زده بود، چند تا دوش دی بچه که دستم شاخ میمانه در قبر، فلانی را چند تا سیلی بزنی، وقتی که مردم اسقاط مزیت بکشی، خب ملا را خواب نان بیتی، 3 روز خیرات کن، با شب جمعه و روز جمعه و ای جمعه فاتحه گیری مام کلان بگیری یک مجد کلام. اگر نی باز در قبر نارام میباش و میگه بیغم باش پدر جان. این کلش بدعت ها و مرداری ها. یا میگه بچیم راه ما ادامه بیتی، یک راه باطل دارنی به این راه بروی، یک قدر مردم ما کشتیم، 1000 10,000 تو بکشی. بچه شمسه بیغم باش، انتقام دشمن های ما بگیری، بچه شمسه. این افغان است. ابراهیم علیه السلام است. یعقوب علیه السلام وصیتش است. اینا اگر ما و شما دین ابراهیم اطاعت میکنیم و دین انبیا، باید ای به این وصیت عمل کنیم. مرگت که آمد برادرای پدرت است، اولاد کلش جمع کن، نزدیک وقت پیدا کن، غیر از الله دیگه کسی را عبادت اطاعت نکنی. سلمان از دنیا برو، به دین اسلام محکم باش، اطاعت هیچ کس غیر از الله نکن، مطابق قانون الله حرکت کن. اینطور بگو. اگر در تنظیم میرفتی که مخالف نظام الله نمیبخشمت، اینطور بگو. حالا میگه بچیم تمی تنظیمی که من مردیم نی، هر چی کرد بلادم، محکم باش. با یگام تا را ببینیم پدرش کلینر بود یا کلینره. چرا؟ کسب پدری است. پدر خب بد کرد، کلینر بود نه؟ دریور بود یا دریور، نامبای بود یا ما، جاهل بود بی سواد یا ما، پدر ما هم تو، پدر بد کرد. حالا تو برای درست برو. هم کنتم شهداء، بودین شما حاضر، از حضر یعقوب الموت، زمانی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام مرگ، یعنی نزدیک شد، نزدیک به مرگ شد، وصیت کرد بر اولادایش به اتباع دین ابراهیم. از قال لبنیه، گفت برای پدرش اولادای خود، 12 اولاد داشت نه؟ از یوسف بنیامین 10 تا دیگه. چی گفت؟ دخترایش والله عالم، بچه‌اش 12 دختر چقدر بود؟ ما تعبدون من بعدی، کی را عبادت میکنین بعد از ما؟ چی را عبادت میکنین؟ پرسان کن. و خوب میفهمید که میخواست که تعهد بگیره. قال و گفتن نعبد الهک و اله آبائک، عبادت میکنیم معبود تو را، معبود پدرای تو را که انبیا بودن، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق. سعی اینجا استعمال پدر با بالا ابراهیم. ابراهیم پدر یعقوب نیست، پدر است نیست، بابا کلانش، بابیش است، نیکیش است، جد، ولی با بالای پدر نیکه و جد یا پدر کلان هم اب گفته میشه. اسماعیل کاکایش است، اصل پدر یعقوب اسحاق است. پدر یعقوب علیه السلام اصلی کیست؟ اسحاق. اسماعیل کاکایش است، ولی استعمال پدر با بالای کاکام شده کیست. اینجا کل شعبان نعبود و عبادت میکنیم معبود تو را، معبود پدرای تو را، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق. این چند تاسی معبود؟ الهن واحد، یک معبود. یعنی اونا با عقیده توحید سوار بودن، توحید فی العبادت. من تو فقط
همی الله را عبادت کن. پدرای برحق ما. انسان میتونه که آبای برحق خود اطاعت کنه، ناحق نه. عبادت نمیکنیم مگر یک معبود واحد را که رب العالمین است و اله اجداد ماست. و نحن لو مسلمون، و ما خاص از برای الله مسلمون، مطیعون، اطاعت کننده، عاجزی کننده، فرمان برداری کننده هستیم. هدف چی است؟ تحقیق برات از شرک بیزار است، با توحید و نظام توحید استوار هستیم. این ما و شما باید این اگر میخوایم به منهج انبیا بریم، وصیت ما همین باشه. همیشه اولادای خود تربیت کنیم، تا آخر مرگ باید سرش کار کنیم که نشوه که به راه برم. با بعد از وقتی که میشه وظیفه ما و شما خلاص. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. از وصیت قبلی چی فهمیده شد؟ و نحن له مسلمون، که دین ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اسلام بوده، کلشان مسلمان بوده. ولی پسان یهودیت، نصرانیت، بت پرستی و شرک پسان پیدا شد. پسان پیدا شد. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. مسلمان تابعدار. تلك امه، الله لمی فرماید یهودیا با آبای خدا افتخار میکردن، میگفتن پدرای ما که انبیا تیر شدن ما نجات میافیم. الله میگه دیار نه، نجات نیست. صرف بر نسب، از جهت نسب نجات نیست. نجات به اساس عقیده و عمل است. عقیده درست، ایمان درست مطابق قرآن سنت و عمل بس. الله میفرماید تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک همی جماعتی که بیان شد، امتون یک امتی بود، جماعتی بود، قد خلت بدون شک تیر شد، لها ما کسبت، از برای امت آن اعمالی است که کسب کرده، جزا و ثواب، ولکم، از برای شما ما جزای او عملی است کسبتم که شما کسب کردین، ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما سوال نمیشین از او اعمالی که آبا و اجدادتان انجام داد، از شما سوال نمیشه. حالا یکم تا که بگو این کار بد نکو، یک پدرهای ما که کرده یا ناحق بود. و تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسب ولا تسألون عما كانوا. چیزی که از سوال نمیشه، مسئولیت از خودت است. خوب بودم پرسان نمیشی، بدم بود، خودت مسئولیت داری. حالا یکم تا ببینی جرم جنایت میکنه، میگه ما سیده هستیم، اولادی پیامبر، میگه ما خواجه هستیم، خواجه صاحبه، آقا هستیم، آقا صاحبه هستیم. ما که جنت نریم، اولاد پیامبر کی میره؟ استغفر الله. زمانی که عقیده خانواده پیامبر صحیح نبود، ابو لهب، قرآن گفت تبت یدا ابی لهب و تب، هلاکت باد هر دو دستای ابو لهب، جانش وجودش هلاک باد. ما اغنی عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا، کاکایش بود، کاکا به منزله پدر است، سیصلی نارا، آتش میره. عقیدهش صحیح نبود، عملش صحیح نبود. نوح علیه السلام نه، اولادش عقیده و عمل صحیح نبود. الله نگفت که یا رب ان ابنی من اهلی، فرزندم اهلم است، خانواده‌ام است، این چطور غرق شد؟ گفت یا نوح انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست، تابعدار تو نیست. چرا؟ انه عمل غیر صالح، عملش صالح نبود. نوح علیه السلام فرزند خود نجات داده نمیتونه. فرزند نوح علیه السلام به خاطر پدرش نبی تیر شده، 1000 سال دعوت داده، نمیتونه که نجات بیافته. نجات فقط بر عمل خود انسان. یکم بچه رو ببینی گناه کرده میره، پدر من مولوی است، مولوی است، بر خدا بر تو فایده نمیرسانه، خود اصلاح کن، عمل تصحیح کن. یکم زن ببینی عبادت نمیکنه، چرا تو اطاعت نمیکنی؟ شوهر من مولوی است، و با شوهرت مولوی باشه خود نجات نمیافتی. تو عملت خودت اصلاح کن. تلک امتون، تلک اسم اشاره مؤنث است، اشاره به سوی جماعت انبیای گذشته. یعنی تلک اشاره به سوی ابراهیم علیه السلام،
اولادایش اسماعیل، اسحاق، یعقوب اینا. اینمی جماعت انبیا امتون یک جماعت بودن یا قوم بودن، قد خلت بدون شک تیر شد یعنی عمل خود داشت. لها ما کسبت، از برای از اینا ثواب آن چیزی کسب کردن. ولکم ما، از برای شما ثواب عمل خودتان است، کسب خودتان. ولا تسألون عما كانوا يعملون، سوال نمیشین در روز قیامت از اعمالی که اونا انجام دادن، بلکه هر نفس همو مسئولیت خود داره. هر نفس کل امرئ بما کسب رهین، هر کس در گرو عمل خودش است. حالا الله متعال ای را بیان میکنه که رد به بالای یهودیا و قالوا كونوا هودا و نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و قالوا میگوین یهودیا و نصرانیا كونوا هودا، شوین یهودی او نصارا یا نصرانی، تهتدوا به هدایت میشین. میخواین برای درست برین یهودی شوین، یهودی ها میگن، نصرانی ها میگن نصرانی شوین. قل بگوی پیامبر در جواب از اینا بل ملت ابراهیم، بلکه ما تابعداری میکنیم دین ابراهیم حنیفا که با عقیده توحید استوار بود، از هر نوع کفر شرک بیزار بود. و ما کان من المشرکین، نبود از جمله مشرکین. چه معنا؟ یعنی شما خود مشرک هستی. اینجا اشارتا اینا را مشرک گفت، شما خود مشرک هستی. ابراهیم خود مشرک نبود. یعنی عزیز فهمیده میشه از قالوا کونوا هودا و نصارى قباحت یهود که یا به دین خود دعوت میتن، به دین خود دعوت میتن و همیال میبینین صدها میلیون دلار مصرف میکنه همین مسیحی ها و عیسوی ها که مردم عیسوی کنه. یهودی هایی تو مصرف میکنه که مردم از اسلام بکشن. البته در دین خود نمیارن، میگه از دین برای سیکولر میسازن. دین باطل خدا نه حق میگن. دین باطل چی میگن؟ تهتدوا هدایت. باطل پرستا همیز باطل چی میگن؟ حق میگن. مردم دعوت میتن. بعد ما و شما که دین ما بر حق باید قوی دعوت بدیم، شب و روز دعوت بدیم، از جیب خود مصرف کنیم، وقت خود بدیم، مال خود مصرف کنیم، جان خود مصرف کنیم. ما و شما قرار چکر زده رایست. دوان سعی کن. حالا ببینین چه کار کرده رایست. و قالوا میگوین یهودیا و نصرانی ها کونوا هودا، شوین شما در دین ما یهودی تهتدوا به هدایت میشین. اینجا این معنا نیست که ظاهر قرآنی توست که کونوا هودا و نصارى. ظاهری است که یهودی ها میگه یهودی شوین یا نصرانی به هدایت، نصرانی ها میگه یا یهودی شوین یا نصرانی. این تو نیست. بلکه اینجا گپی است که یهودی ها میگه یهودی شوین خلاص، نصرانی نه. درو نصرانی ها را کافر میگن، بیخی بدین میگن. و نصرانی ها میگن نصرانی شوین نه یهودی. اینجا توضیح است. و قالوا میگوید یهودی ها کونوا هودا شوین تهتدوا، شوین یهودی در دین ما به هدایت میشین. نصارا میگوید کونوا نصارى، شوین نصرانی به هدایت میشین. یعنی هر فرقه به دین باطل خود دعوت میده. هر فرقه بت پرستا به دین خود دعوت میده، آتش پرستا به دین خود و کمونیستا به دین خود و سیکولرها به مو دین و قوانین خودشان. قل بگوی پیامبر بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکه نتبع ملت ابراهیم، تابعداری میکنیم دین ابراهیم را. حنیفا که یعنی با توحید استوار بود و از شرک نفرت داشت، بیزار بود. حنیفی که مایل بود از ادیان باطله کلش به طرف دین قیم و مستقیم که اسلام است. ما این را تابعداریم، نه یهودی یهود. و ما کان من المشرکین، نبود ابراهیم از جمله مشرکین بلکه مؤمن موحد بود. کل مفسرین میگه و فی تعریض، در این اشاره است به اهل الكتاب، به اهل کتاب خبر میده به ان ما علیه انما هو شرک و ضلال، آن چیزی که یهود روانه شرک و ضلالت است. ولی شرک حق میگن. امیال کافرها مدین باطل خودنا چی میگن؟ حق میگن. ما و شما مسلمان ها را عقب مانده، تاریک فکر، گمراه، مرتجع، افراطی، بنیادگرا و غیره و غیره و غیره، چه نامای بد از ما میمانند. نه خودشان ظلم جنایت خودشان تجاوز خواهند، چیزی که جرمی نیست که در دنیا و جرم کسی نکرده میکنن، خودشان آدمای نیک، خودشان به هدایت میدانند، خودشان برای مستقیم میدانند. قل آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال الله صحابه را امر میکنه کل مسلمانان قولوا بگوین ای مسلمانان، اول خطاب به صحابه بعد به ما، آمنا ایمان آوردیم ما بالله به الله و وحدانیتش و ما انزل الینا و ما انزل او کتابی که نازل شده به ما قرآن و ما انزل الی ابراهیم و او کتاب هایی که نازل شده به ابراهیم علیه السلام، اسماعیل، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط اولادش بسیار انبیا آمد. و ما اوتی موسی او کتاب کلانی که داده شد به موسی و عیسی به عیسی علیه السلام، تورات انجیل به یوم ایمان داریم. و ما اوتی النبیون من ربهم تماما احکام دستورات و وحی که داده شد به انبیا من ربهم از جانب ربش کلش قبول داریم. لا نفرق بین احد منهم جدایی نمیاریم در بین یک انبیا، کیش قبول داریم موشنی. یهودی ها میگه موسی را قبول داریم دیگه شنی، نصرانی ها میگه عیسی را قبول داریم دیگه شنی، ما میگیم کلش قبول داریم. و نحن له مسلمون و ما برای الله منقاد تابعدار هستیم. پس در اینجا صحابه و کل ما رسول الله در نمازهای صبح آیت میخوان، خب در سنت قولوا آمنا یک آیت قولوا بگوین ای مؤمنین آمنا ما ایمان آوردیم به الله و ما انزل الینا آنچه که نازل شده به ما از قرآن عظیم. اول ایمان به الله بعد به کتابش. و ما انزل الی ابراهیم و به کتابای دیگه به ابراهیم علیه السلام صحیفه ها احکامی که به انبیای نازل شدن عبادت کردن، به اسماعیل، به اسحاق، یعقوب علیه السلام، اسباط نواسایش، اینا نبوت در یا جاری بود، بسیار به صدها نبی تیر شده. و ما اوتی موسی کتاب کلانی که به موسی داده شد، تورات اصلش قبول داریم، انجیل اصلش قبول داریم که به عیسی داده شد، فعلا تعریف شده. و ما اوتی النبیون من ربهم آنچه که داده شده نازل شده است به انبیا از جانب ربشان، به کل انبیا، بیش از یک لگ نبی به کلش ایمان داریم با آنچه که برشان نازل شده. تصدیق میکنیم که آنچه از جانب الله آورد، آیات بود، بیانات بود، معجزه بود، قوانین بود، احکام بود. لا نفرق بین احد منهم جدایی نمیاریم در بین یک از اینا در ایمان، یعنی لا نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعضش ایمان بیاریم بعضش تو نه. این صفت یهود بود، یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض، بعضش قبول دارن بعضش نه، مثل که یهود نصارا کرده. و نحن له مسلمون ما خاص برای الله منقاد تابعدار هستیم، فقط الله را اطاعت میکنیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. آیت 137 سورة بقره و واقعه و داستان ابراهیم علیه السلام که یک پیامبر بین المللی بود، یک پیامبری بود که همه ادیان خدا به ابراهیم و دین ابراهیم نسبت میدادن. الله بیان کرد که ابراهیم به خاطر عقیده توحید و نظام توحید مرکز توحید جور کرد و کسی بود که بر دنیای عرب و آخرتشان دعا کرد و کسی بود که در وقت مرگ وصیت کرد به دین اسلام. همین قسم یعقوب علیه السلام. پس یهودی ها اگر شما از آبایتان اطاعت میکنین که پدرایتان انبیاست، پس دین اسلام قبول کنین، به آخری نبی ایمان بیارین و به قرآن ایمان بیارین. در بین کتاب های آسمانی فرق نکنین، فرق قائل نشین که یکش قبول کنین دیگهش قبول نکنین. در بین انبیاء علیه السلام جدایی نبیارین، فرق نبیارین که بعضش قبول کنین بعضش نکنین. در آیت الله را بیان میکنه که اگر اینا شما بگوین که اگر اینا ایمان آورد به مثل آنچه که شما ایمان دارین، یعنی به کتاب الله، بدون شک اینا به هدایت شدن. و اگر نه که اعراض کردن باز اینا در دشمنی هستن. اون دیگه قباحت از اینا را بیان میکنه تا وقتی که یهود یا نصارا یا هر کس ایمانش مثل ایمان صحابه نشه یا با آنچه که صحابه ایمان داره این انسان ها ایمان نبیارن، اون مومن نیست.
تماما کتاب آسمانی را قبول کنه کسی به قرآن ایمان نبیاره، قرآن قبول نکنه، پیامبر آخری را قبول نکنه، ای کافر است. فین آمنو، اگر ایمان آوردن یهودیا به مثل ما آمنتم بی، به مثل آن چیزی که شما ایمان آوردین به او، فقد اهتدوا، یقینا اینا به هدایت شدن. و این تولوا، اگر اعراض کردن از ایمان آوردن با آنچه که شما دعوت میتین اعراض کردن، فانما هم فی شقاق، یقینا اینا در دشمنی هستند، در خلاف تو هستند. پس یکفیکهم الله، زود است کفایت کنه تو را الله، یا حتمی کفایت میکنه تو را الله، یعنی شر از اینا تو را الله نجات میده، از تکلیف و ضررشان نجات میده. اعتماد تا به الله بکنی پیامبر. و هو السمیع العلیم، و خاص سمیع الله، سمیع شنونده آوازها است، علیم عالم است به نیات و حالات انسان ها. الله ذات است که سمیع است، هر چیز میشنوه، آواز هر چیزی که آواز داره میشنوه، انسان است، حیوان است، خصوصا انسان ها که دعا میکنن. در قلب علیم است به همه حالات کائنات، حتی به قلب انسان ها. صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون. صبغة الله، بگو ما قبول کردیم دین الله را، دین الله را ما خدا به این رنگ کرده گیستیم. و من احسن من الله صبغة، کی از زیباتر از الله که صبغة، از جهت رنگ و دین، یعنی دین الله که کی بهتر است، کدام دین بهترام نظام، کدام قانون. و نحن له عابدون، و ما خاص برای الله عبادت کننده و اطاعت کننده الله هستیم. پس در اینجا سعی کنین که ایمان صحابه بسیار معیار است. نقی در سورة بقره در اول ما شما خواندیم، و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفهاء. حال در اینجا الله میگه فین آمنو، اگر ایمان آورده می اهل کتاب، یعنی یهود نصارا و هر کافر دیگه، به مثل ما آمنتم، به مثل آن چیزی که شما ایمان آوردین ای صحابه، خطاب برای کی؟ صحابه. به مثل آن چیزی که شما ایمان آوردین، فقد اهتدوا، یقینا اینا هدایت شدن به حق، مثل که شما هدایت شدین، برای درست رفتن، ضلالت بیرون شدن، ایمان بیارن. ایمان به مثل اینجا بعض مفسرین میگه که مثل اضافه است، مثل زاید است، یعنی فین آمنو بما آمنت، اگر ایمان آوردن با آنچه که شما ایمان آوردین. شما چی ایمان آوردین؟ صحابه با قرآن، با سنت، احادیث، با پیامبر آخری، با تمام کتاب‌های آسمانی، با تمام انبیا، ملائکه، قیامت، قضا و قدر. اگر یا مثل ایمان شما با آنچه که شما آوردین یا ایمان آورد، به هدایت شد، غیر از اونه. اهل کتاب کافر به این است که ایمانش مثل ایمان ما نیست، مثل ایمان صحابه نیست. ایمان ما و شما هم باید مثل ایمان چی شود؟ صحابه شود. بعضی میگن مثل زایدت به ما آمنتم، یا به آنچه که شما قرآن پیامبری. بعضی میگن مثل به معنای خودش است، پس تو میشه اگه ایمان آوردن به مثل آنچه که شما ایمان آوردین، یعنی ایمان از اونا همانند ایمان شما باشد، در کیفیت، در مقدار ایمان شما چقدر سیام، در کیفیت، به چه قسم به الله، چه قسم شما شناخت دارین از رسولش، از انبیا و توحید الله، کتاب الله، چه قسم شما فهم دارین. اما قسمی هم فهم کردن و ایمان آوردن قبول، ناوردن نه. اینجا دیدن که ایمان صحابه معیار است دیگه. آید اگر یک کسی از قرآن و سنت فهمش مخالف فهم صحابه باشه، این را ضال گفته میشه. همین فرق ضاله، فرقهای گمراه مثل معتزله و جبریه و جهمیه و قدریه و دیگه خوارج و روافض و غیره، ایناییست که مثل صحابه ایمان ندارن و حتی کسایی است که دشمنی دارن با صحابه، تمام صحابه را رد میکنن. اینا در دلالت هستن، در گمراهی هستن، کسی که دشمن صحابه. سعی که الله میگه فین آمنو به مثل ما آمد، و مثل آنچه که شما ایمان آورد، یعنی کیفیتش ایمان از اونا مثل ایمان شما باشه، همانند ایمان شما.
در ارتباط الله ذاتش و صفاتش. صحابه صفات الله را تعویل نمیکردن، آنچه که در قرآن و سنت بود قبول داشتن و عمل میکردن. کوههای عمل بودن، دعوت میدادن، به اسلام کار میکردن، تمام ایمانیات قبول داشتن. فقد اهتدوا، یقینا اینا به هدایت شدن. بعضی میگن ما موصول است بمثل الذی، اما یا میگن مصدریه بمثل ایمانکم. و این تولوا، اگه اعراض کردن اینا، فانما هم فی شقاق، اعراض کردن اینا از ایمان با آنچه که شما دعوتشان میتین قرآن است، اعراض کردن، قبول نکردن، روی گردانیدن. فان تولوا فانما، یعنی فعلا بفهمی گپا که انما هم فی شقاق، یقینا اینا اراده دشمنی تو را دارن. شقاق از شق، یک طرف یک جانب میگه، یعنی یا در یک جانب واقع شدن، در دشمنی و عداوت تو واقع شدگیستن، از طلب حق هیچ نیست، حق طلب نمی کنن. اینا الله تسلی میته به رسول الله فسیکفیکهم الله. زمانی که یا ایمان نمیارن، مخالفت میکنن، طبعا میخوان بر تو ضرر برسانن ای رسول الله، پس تو نترس، تسلیس. فسیکفیکهم الله، سین بر تاکید است، حتمی کفایت میکنه تو را ای پیامبر از شر از اینا. فسیکفیک، یکفی کفایت میکنه که تو را هم از شر از اینا الله تو را کفایت میکنه، الله تو را نصرت میکنه. شرشان از ضرر رساندنشان، که بر تو را کدام ضرری برسانه، الله تو را حفاظت میکنه از اینا. و الله برات کافی است که الله حفاظت کنه، کافی است. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه، آیا کافی نیست الله به بنده خود، یعنی که نصرت و مدد کفایت نمیکنه؟ بلا ما میگم الیس الله بکاف عبده، و اونا که از تو را به مخلوقات میترسانن، الله تو را حفاظت میکنه. چه معنا؟ یعنی تو حق بیان کو و از عقاید اونا اعمالشان بیزاری بکو، جدا شو و بر تغییر، بر اصلاحات کار کرده برو، تربیه کو، دعوت بده، مبارزه بکو. اگر بگوی به من ضرر میرسانن، الله حفاظتت میکنه. خصوصا رسول الله صلی الله علیه و حفاظت میکنه. و هو السمیع العلیم، خاص الله سمیع است، آنچه که هم میگویند میشنوه، تمام آنچه که میگویند برخلاف تو سمیع است، هر آواز میشنوه، زیر زمین، عمق زمین، هیچ آواز از الله پنهان نیست. دعا را باشد یا شرارت باشد، گپای بد باشد، او را میشنوه، خوب میشنوه. علیم، عالم است، یعنی سمیع ای صفت الله است. عقیده صحابه بود که تعویل نمیشه، الله شنواست، الله میشنود، کیفیتش داره، ما نمیفهمیم چه قسم میشنوه. یعنی مثل ما نیست گوش، در گوش ما شما قلم انداخت از سو کشید کار میشه، ما شما نمیتونیم بشنویم. الله تو نیست، سامش مثل ما نیست، لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر، مثل الله هیچ چیز نیست. سمیع است، علیم است، آنچه که اینا پنهان میکنند در قلبهای خدا، مکر و شر و فریب و ضرر رساندن، الله میفهمه، تمام پلانهایشان را باطل میکنه. صبغت الله، اسبغوا صبغت الله، معنیش یا قبلنا صبغت الله، یا صبغنا صبغت الله، ما خود رنگ کردیم برنگ الله، یعنی رنگ یعنی به دین الله، صبغه جدینه، ما رنگ کردیم خدا برنگ دین الله، یعنی ما دین اسلام قبول کردیم. به اینا بگو دیگر رنگ قبول نمی کنیم، دیگه دین قبول نمی کنیم. یک کسی که در یک بخش بروه، یعنی در یک گروه حق داخل شود و یک کس دیگه دعوتش بده که بیا کتما، نه، میگه صبغت الله، ما خدا رنگ کردیم، به یک رنگ قبول کردیم، برنگ دین الله، او رنگی که از جانب الله است، او دینی که از جانب الله است. و هیچ کسی از دین الله کده، نظام الله کده، خوب قانون و نظام وضع کرده نمیتواند، خوب خوشبختی را آورده نمیتواند. و ما خاص برای الله عبادت کنیم دستیم. پس صبغت الله مفعول مطلق از برای فعل محذوف است. صبغنا یا قولوا صبغت الله، بگوین که ما قبول کردیم دین الله را.
یعنی صبغنا صبغت الله، یعنی چه معنی؟ آنچه که ما در ایمان هستیم، ایمانی که ما داریم با کل کتاب‌های، با قرآن، با آخری پیامبر، با همه 6 رکن ایمان تصدیقی که داریم، این دین الله است. این ایمان ما، اعمال ما، دین الله است، دین حق است که ما خدا به این رنگ کردیم، صبغت الله، یعنی ما رنگ کردیم به رنگ الله. صبغه اصل صبغ گرفته شده به معنای رنگ گفته میشه، به معنای ماخوذ از صبغ است، یک تغییر یک چیز به یک رنگ از رنگ ها. یک رنگ میکنیم مثل یک رنگ چیز سیاه، رنگش میکنیم سفید، رنگش میکنیم سرخ، تغییر دادن به رنگ، این را گفته میشه. مراد در اینجا دین است. صبغت الله یعنی قبلنا، صبغنا، قبول کردیم ما، خود رنگ دادیم به دین الله. این دین الله را صبغت چرا میگن؟ زیرا این مطابق فطرت است، مطابق سرشت انسان است، مطابق خواست انسان است. پس یعنی این دین اثرش با بالای ما آشکارا شدگی است. صحابه اینطور میگه، الله صحابه را میگه تو بگوین، مثل که رنگ میکنی در لباس مثلا سفید میسازی، آثارش معلوم میشه، نه؟ از آبی سفید میشه. همین قسم وقتی که دین الله را قبول کردی، عمل کردی، رنگ تغییر میخوره، چهره تغییر میخوره، اعمال تغییر میخوره، فکر و افکارت، زندگیت، نحوه زندگیت تغییر میخوره. اما افسوسی مسلمانای فعلی را ببینی اسلام قبول کرد، چهرهش تغییر نخورد، عملش تغییر نخورد، از کافر بدتر عمل میکنه. دیگه صحابه اینطور نبود. صحابه که از با رنگ دین دو دیده میشد که اینی مسلمان است، زیرا عقیدهش، عملش کاملا فرق داشت، چهرهش فرق داشت. حال چهره یک مسلمان بینی کافر واریست، نه؟ ریشش کرد، دیکتایی خوب قوی در خود خفه کرد، دریشی چسب پوشیده است، چتیات میگه، حرام میخوره، زنا میکنه، خیانت میکنه، دزدی میکنه، بینمازی میکنه، نماز اید نیست، روزه اید نیست، قرآن خواندن نیست، علم نیست، در بالوی زنا، فحشا، موسیقی، هر گناه را میکنه، رشوت، حرام، سود. باز که بگویش مسلمان هستی میگه الحمدلله. از کجا فهمیدم من؟ نه نماز است، نه کدام عملت میمانه؟ حرام است میخوری، هیچ عمل اسلام انجام نمیدی، هر گناه را انجام میدی، چهره تان به کافر میمانه. از کجا بفهمم؟ کو علامه ایمان؟ کو رنگ ایمان؟ ایمان خواست خود رنگ داره، کو رنگش در کجایت است؟ در قلبم است میگه، در قلبم. قلبت خبر خودت است، ما چی میفهمیم؟ قلبت خبر ما معلوم نمیشه. اینجاست که این مسلمان ها را که نمیبینی یک ماست، بعض ما خودش میگه، ولی آثار ایمان، اعمال ایمان در وجودش دیده نمیشه. والله اگه تو مسلمان که اینطور حالت باشه و توبه نکنه، اصلاح نشه، نجاتش بسیار مشکل است که نجات پیدا کنه. به می خاطر است که ما ذلیل هستیم، دشمنا سر ما هر کاری که دلشان شد میکنه، هر کاری که بخواد، خاطری که دین الله دور شدیم. نامش استایل بد ببینید اونجا زده میشه، به حیایی، به حجابی، نه ایجابی نه عملی میشه. ای جوان ببینی مویایش سایک، خوارش سایک، ریشش سایک، چیزی خود جور کرده. رنگ دین باید دیده شود. یکی از رنگ دین مسلمان نیست که مرد وفر الله، ریشش باید امتو ریش سیاه باشه مرد. و زن که اصلا فرق میکنه. زن دینش حجاب، نه بیرون که میبره حجاب نبود دینش نیست، دین نداره دیگه. حجاب نداشت مثل کافر واریست، نه؟ رنگ دین باید دو باشه. قرآن دعوت دوری از گناه، این اگه بود رنگ دین دیگه، نبود نیست. صحابه که از خو کلشان دین تماما رنگ کامل دین در اونا دیده میشه، رنگ صاف داشت. حتی میگفتن کونو مثلنا، شوین مثل ما. این تو عملی دین بود.
ما و شما کسی را گفته نمیتونیم مثل ما شو. میگه چی شم؟ دوست شم، اختلافگر شم، زناکار شم، بی حیا شم، حرام خور شم، بی نماز شم، چه قسم شم؟ خیانتکار شم، دروغ گوی شم. دروغ است میگنی و میگه کنو مثلنا. بین که عمل بکنیم دوستان، بدون عمل نمیشه. والله بدون عمل نجات نیست. علم به خاطر عمل است. اگر عمل نکردیم هیچ دیگه. علم به خاطر چیست؟ عمل نبود هیچ. چرا خود باید مسلمان معلوم شد؟ این دور سیکو سک همون لنگی خدا، همون ریش خدا مانده نه؟ بکشش ریش خدا من سکا و رنگ اونم رنگ سکی دو دیده میشه. و دیگه کافران رنگشان معلوم است، چهرهایشان معلوم است، قوارایشان معلوم است، اعمالشان، عقایدشان، افکارشان. ما و شما چرا افکار ما، عقاید ما، اعمال ما، صورت ما، سیرت ما معلوم نباشه؟ افسوس که از اسلام غیر از نامش، فقط نام مسلمان هستم، اسلام هست بله کو ما خود نمیبینیم در کجای تا صبر کنم تذکره را بکشم. این نشته دین اسلام حالا رنگش مانده حالا دیگه کدام چیز دیده نمیشه. بین که مثل صحابه شد یا میگن که صبغت الله صبغنا، رنگ کردیم خدا ما به رنگ دین الله، یعنی رنگ دین الله در وجود ما هست. صحابه ظهر اثره علینا، آثار دین در ما آشکارا شده مثل که رنگ در کالا آشکارا میشه. باز الله میگه اینطور باشین. و من احسن من الله صبغه، یعنی چه معنی صبغت الله؟ قبول کردیم دین الله را، عملی کردیم دین الله را، رنگ دادیم خدا به رنگ دین الله. وقت می نصرانی ها را که ببینین، می کسی که نصرانی میشه دور در بیلر آب یک چیز می انداختن رنگ زرد، خب رنگ زرد داخلش می کشیدش زرد، این حال می نصرانی شد. فهمیدین؟ دیگه چیزش حال اگه مسلمان ها که بیدین میشن می غسل تعمید کرد، نه؟ غسل تعمید. الله میگه که نه، ما دین ما رنگ نداره. رنگ چی؟ رنگ ظاهری، ولی رنگ عملی داره. رنگ عملی تو نه که رنگ زرد کنیم خدا، رنگ عملی داره، اعمال است، عقیده است، افکار. یعنی ما یک کسی اینال مسلمان شد دیگه رنگ قبول نمیکنه، دیگه دین قبول نمیکنه، دیگه این قبول نمیکنه. یعنی می رنگ پاک صاف نگاه کردن میره. عمل ضعیف شوه این رنگ چی میشه؟ مکدر میشه، اما روشنی خدا دست میته. عمل قوی کردی چی میشه؟ روشن میشه. عمل قوی کردی گویا یک پالش بتی، ایمان تا پالش داده برو، رنگ دینه رنگ ایمان تا پالش داده برو، روشن صاف نگاش که من دور سعی کنی مسلمان واقعی. مسلمان واقعی دور میای هیچ قوارش به اسلام نمیمانه، نزدیک هم میشه دروغ، عقیدهش هم پرسا میکنی صحیح نی، باز ایران میمانی. حالا اگم تو میگه تو قبول نداری ما مسلمان هست، من چی میفهمم کجای تست اسلام؟ و این نماز است، قرآن میگه که نماز نخوانه اشارتا مشرک، اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز برپا کن مشرک نشو. و مشرک شرک است، ترک نماز کفر است. و من احسن من الله صبغه، کی است زیباتر از الله کرده صبغتا از جهت دین؟ یعنی هیچ کسی احسن من الله نیست صبغتا، یعنی از جهت دین، یعنی از جهت وضع دین که الله دین واضح کرده و نازل کرده. هیچ کس یعنی دین الله کرده بهترین دین وجود نداره، بهترین نظام وجود نداره، بهترین قانون وجود نداره. این تو قانون نظامی است که تضمین کرده سعادت و خوشبختی و رفاهیت و امنیت که انسان میخواد، نعمت هم در دنیا و آخرت، در دو دنیا هر دو جهان تضمین کرد. چه یک دین زیبایی است. و من احسن من الله صبغه. حال ببینی مردم دموکراسی، سکولار، کمونیسم، ما دموکراسی واقعی میخواهیم، خود دین الله را خیلا کردی دیگه. و من احسن من الله صبغه، کسی از الله کرده است دین وضع کننده، قوانین امر نهی کننده، عدالت کننده، از الله کرده ذات تعطیل یافت میشه. انسان که قانون وضع کنه ظلم میکنه، در قانونش عدالت نیست.
در قانونش عدالت نیست. همین قانون کد جزا را جور کردن نه. دختر بازی را جرم نگفت. زنا و فحشا با دختر جرم نیست. جایزه. نه اینجا جور کردن. بچه بازی جرم. و همین تو جرم نه که اسلام میگه فقتل الفاعل والمفعول به. من عمل عمل قوم لوط، کسی عمل قوم لوط کرد فاعل و مفعول بکشه اگر راضی باشه. کسی که کار کرد و کسی به امرایش کار شد هر دو کشته میشه. نه فقط 1 سال 2 سال بندی. بچه بازی ممنوع است. زنگ در پاش بسته میکنه میرقصانه نه بچه ها. دختر بازی چی؟ دختر بازی گپ نیست. به خاطر که در غرب کشورهای کفری هم میتونه اونجا دختر بازی همه بچه خوبه خوجا قانون هست نه عروسی میکنه که بچه یک بچه که دیگه بچه عروسی میکنه در اونجا. خویجا اینجا چی کار کرد؟ اول دختر بازی را اجازه داد با بچه بازی هم میشه پس آخر همی هم میگه گپ نیست. چی فرق داره دیگه؟ دوام رضایت هست دیگه. یک میگه اگه به زور باشه. الله توبه. و من احسن من الله سوا. کی زیباتر از الله کرده دروی وضع قوانین دین. و نحن لو عابدون خاص ما از برای الله و نحن ما مسلمانا له خاص از برای الله عابدون عبادت کننده هستیم. یعنی عبادت فقط الله را میکنیم ولا نعبد احد سوا. هیچ کس الله را غیر از الله هیچ کس دیگر عبادت نمیکنیم. و نحن لو عابدون لام بر تخصیص است. یعنی خاص الله را مثل ایاک نعبدو خاص تو را عبادت میکنیم. عبادت خاص. اطاعت فقط از قانون و دستور تو. هیچ قانون دیگر قبول نداریم. نه اقتصادی، نه سیاسی، نه اجتماعی، نه خانوادگی که مخالف قرآن باشه قبولش نداریم. اگر قبول کردی ایمان تا دست میدی. احسن که الله میگه که بگو که دین الله را قبول کردیم و نحن له عابدون. صحابه همی تو بود.